باور دارم که شامگاهان در فصل تابستان با آسمان بی‌غبار نظر افکنده اید و این دو چراغ روشن را دیده اید. آیا آن وقت به خود سؤال داده اید که این دو چی ستاره هستند و یا ستاره هستند یا چیزی دیگر؟ بله، واقعا این دو قهرمان آسمانی پاسبان ما و شما، سیاره های مشتری و زحلند که یک جایه با زمین ما و دیگر سیاره ها اطراف ستاره با نام آفتاب همچون پروانه اطراف شمع دور میزنند. همه این را میدانید و شاید سؤال دیگری نیز به خود داده اید که آیا این سیاره ها و آفتاب که یک نظام کامل را تشکیل میدهند چگونه پیدا شدند؟ به این سؤال امروز یک جایه جواب خواهیم پیدا کرد. من جاوید امینوف هستم و امروز به شما درباره پیدایش سیستم آفتابی خواهم گفت. با ما بمانید. سیستم آفتابی ما از آفتاب و 8 سیاره عبارت است. در مرکز سیستم آفتاب جایگیر شده است که نورافکنده است و گرمی دهنده سیاره های اطراف آن می باشد. عطارد نزدیکترین سیاره به آفتاب می باشد. از پس آن سیاره زهره جای گرفته است. زمین سیومین سیاره سیستم آفتابی می باشد که دارای آب و هوا می باشد و برای جای دادن حیات شرایطی مساعد دارد. مریخ که بعد از زمین جایگیر شده است سیاره چهارمین سیستم آفتابی بوده، همین طور چهارگانه سیاره های سنگی را به فرجام می رساند. بین مریخ و مشتری کمربندی سیارک ها جایگیر شده است یا استروید ها که از ذره های گوناگون حجم عبارت بوده. قطر بعضی آنها به 1000 کیلومتر می رسد که آنها را سیاره خرد هم می نامند. پس از کمربندی سیارک ها سیاره عظیم جثه مشتری گازی جایگیر شده است که اساساً از گاز عبارت است و آن را یک جایه با زحل که پس از مشتری جایگیر است سیاره های عظیم جثه گازی می نامند. این دو اساساً از گازهای هیدروژن و گلی عبارت می باشند. پس از مدار زحل سیاره اوران جایگیر است و اوران و نپتون که پس از اوران می آید یک جایه سیاره های یخی را تشکیل می دهند و این دو را عظیم جثه های یخی نیز می نامند. سیستم آفتابی ما بغیر از 8 سیاره و یک کمربند باز کمربند کایپر نیز دارد که پس از سیاره نپتون جایگیر است و در این کمربند نیز جسم‌های گوناگون حجم و حتی به اندازه سیاره‌های خرد نیز داراست و پلوتون یکی از این سیاره‌های خرد است که آنها را سیاره‌های کرلیک نیز می‌نامند. عالمان بر این باورند که سیستم آفتابی 4.6 میلیارد سال قبل به وجود آمده است. اینک 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش سیستم آفتابی وجود نداشت و در جای آن ابری گازی موجود بود که آن را ابری گازی و چنگی یا ابری مولکولی می‌نامند. این گونه ابرها را باور دارم در عکس‌ها زیاد دیده اید و یکی از آنها اریان امروزه است که ما در آسمان می‌توانیم مشاهده نماییم. ابرهای گازی یا مولکولی معمولاً در نتیجه انفجار ستاره‌های بزرگ که ابرنواختر نام گرفتند به وجود می آیند. همین گونه 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش ابری بود که از همچون نتیجه ترکیش ابرنواختر به وجود آمده بود. این گونه ابرهای مولکولی از ذره های خرد، از اتم های علاهیده و مولکول های آنها عبارتند که به هم دیگر قابلیت کشش کم دارند. ابرهای گازی می توانند در داخل خود فشرده شوی به وجود آورند و فشرده شوند و ذره ها به هم کشش خورند، ولی از بس که ذره ها به نهایت خوردند برای شروع شدن این روند قوه بیرونه ضرور است. عالمان بر این باورند که همین گونه قوه نیز در نتیجه ترکیش ابرنواختر به وجود آمده است که به حرکت آوردن ذره های ابرهای گازی مساعدت نموده
کشش آنها را نسبت به همدیگر آغاز نموده است. همین گونه وقتی که ذره‌های خرد ابرهای مولکولی به هم می‌آیند و کشش می‌خورند و جسم‌های بزرگتری را به وجود می‌آورند، زیچی آنها بیشتر می‌شود و تا آن وقتی که فشرده شوی و زیچی بلند می‌گردد، سرعت دورزنی ذره‌های این ابر مولکولی نیز بیشتر می‌شود. از بس که این ابر مولکولی ذره‌های آن دور می‌زنند، این دورزنی باعث می‌شود که ابرهای گازی فشرده شوند و در یک پهنای دور زنند که دیسک اکریسیونی، یعنی دیسک دور زننده پهن شده ابرهای مولکولی را تشکیل می‌دهد. این گونه دیسک هنگام دور زدن خود باعث می‌شود که ذره‌های در آن موجود بوده به هم برخورد کنند و این برخوردخوری و کشش ذره‌ها باعث می‌شود که نقطه‌های به وجود آیند که در داخل این دیسک زیچی بیشتر دارند و تا آن که زیچی بلندتر می‌شود، سرعت برخورد ذره‌ها بیشتر می‌شود، حرارت می‌افزاید. با افزودن حرارت و زیچی بیشتر را کشف کردن جسم‌های آن، جسم عظیم در مرکز این دیسک به وجود می‌آید که حرارت آن تا هزارها درجه سلسی می‌رسد و آن شروع می‌کند به نورافکنی. وقتی که حرارت به میلیون‌ها درجه سلسی می‌رسد، روند شروع می‌گردد که آن را سینتز اتمی می‌نامند. وقتی که دو اتم هیدروژن به هم برخورد می‌کنند، یک جا می‌شوند و اتم گلی را تشکیل می‌کنند. همین روند است که تا امروز آفتاب ما را نیرو می‌بخشد و آفتاب ما روشنایی و گرمی می‌دهد. با رفت میلیون سال‌ها در روند دورزنی ذره‌های این دیسک اکریسیونی، نقطه‌های دیگر نیز اطراف آفتاب به وجود می‌آیند که زیچی آنها تا رفت بیشتر می‌شود و این نقطه‌های زیچ گشته آهسته آهسته به جسم‌های مبدل می‌گردند که آنها را پروتوسیاره می‌نامند و این پروتوسیاره‌ها در رفت تحولات خود به هم برخورد می‌کنند، از هم دور می‌شوند و باعث می‌شوند که مدارهای آنها تشکل یابد و اطراف آفتاب دورزنی آنها منتظم گردد. همین گونه این پروتوسیاره‌ها به اندازه می‌رسند که سیاره‌های امروزه را می‌مانند و این سیاره‌ها تشکل می‌یابند. ذره‌های چنگی و گازی که جمع می‌شوند و اندازه بزرگی را تشکیل نمی‌دهند، آنها اطراف سیاره‌های به وجود آمده دور زده ردیف‌های آنها را تشکیل می‌دهند. همین طریق سیستم آفتابی ما که از آفتاب، سیاره‌ها و ردیف‌های آنها عبارت است، تشکیل یافته جرم‌هایی که به این جسم‌ها داخل نمی‌شوند در کمربندهای و مانند کمربند سیارک‌ها و کمربند کویپر و یا اینکه ابر اوهورت باقی مانده تا امروز درباره آن که چگونه سیستم آفتابی ما به وجود آمده است به ما شهادت می‌دهند. همین طریق سیستم آفتابی ما 4.6 میلیارد سال قبل به وجود آمده است و این دفعه وقتی که به آسمان به غبار می‌نگرید و ستاره ها را می‌بینید، دانسته باشید که همین گونه جای در فضا عیناً طریق همین مرحله ها سیستم دیگری به وجود آمده ایستاده است که دارای آفتاب خود و سیاره ها میباشند. جاوید امینوف بودم که کوشش کردم با شما به سؤال آن که چگونه سیستم آفتابی ما پیدا شده است جواب پیدا کنیم. در نوارهای بعدی ما فکت و رقم‌های جالبی را درباره سیاره‌های سیستم آفتابی، روند پیدایش آنها و تحول آنها تماشا خواهید کرد.